دوستان سلام، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. آمده بودیم به خاطر ثبت گزارش به مال بازار همراه نظری صاحب. یک چیزی که واقعا برای من جالب بود پیش از پرسان کردن گفت نام خیرالدین. خوب هستی برادر؟ جور هستی برادر؟ سلامت باشی. خیرالدین گفتی نامت؟ جان خیرالدین جان، این گوسفند از خودت است؟ این گوسفند از خودم نیست، این گوسفند من خریدم. خب خریدی؟ چند خریدی را؟ این گوسفند 14 خریدم، 16000 میطلبه. خب این دو دانه تفلکام داره؟ این بغوز بود، اویس بود، خریدم زاید 2 دانه زاید، هر دوش هم ماده است. به شک والا این را باز گفتی 16 میفروشی؟ 16000 میکنه نمیتم ما. 16000 میخوای نمیتی؟ 14 خریدم 16000 میطلبه. خب بسیار خوب بسیار خوب. خب امیدوار هستم یکم مشتری برات پیدا شه بفروشی. چی گفتنی داری و دوستایی که میبینن از طریق چینل ما؟ دیگه گفتنی من نمی از بیادر همین گوسفند ما خریدیم. در خاطر 1500 1000 نانش خریدیم. 1500 1000 کات میتیم دیگه. یعنی میرم ما در خاطر غریبی خریدیم همیشه. فهمیدی؟ بسیار جانا دیگه گفتنی ندارم. سلامت باشید. تشکر. دوستان شما میتونید برنامه کامل ما را از طریق یوتیوب چینل اپاسکا بیننده باشین و امروز آمدیم در مال بازار. این گزارش هم شما میتونید همونجا ببینید.